حاجی امشب برای اولین بار بعد 10-11 سال دلم برای این قدیر تنگ شد حاجی. خیلی بدبخته. خوشبخته که تو رو داره. حاجی پدر من بدبخته آدم ایرانه. حاجی پدر ما که اینستاگرام نداره، ولی بهش نشون بدیم بگین که آقا آیسان اسلامی گفت قدردانتم قدیر اسلامی به خاطر مردانگی. سلامتی قدیر. سبک شدیم حاجی.